بابا نوئل بچه‌های بد رو نمیبخشه، حذفشون میکنه. سالها پیش توی یه شهر یخزده شب کریسمس چند تا بچه ناپدید شدن. نه صدایی نه رد پایی، فقط تخت‌های خالی و درخت‌های کریسمس بدون هدیه. اولش گفتن تصادفه، اما سال بعد هم تکرار شد و سال بعدش دوباره. همه ی بچه‌هایی که ناپدید شدن یه وجه مشترک داشتن، تو لیست بچه‌های بد بودن. کم کم شایعه‌ها شروع شد. میگفتن بابا نوئل دیگه مهربون نیست، دیگه هدیه نمیده، قضاوت میکنه. افسانه‌ها میگن شب کریسمس بابا نوئل بچه‌ها رو صدا میزد و فقط یه سوال میپرسید: چرا بچه بدی بودی؟ اگه جوابی نداشتی، اون شب آخرین شبت بود. میگفتن بچه‌ها رو با خودش میبرد و مجبورشون میکرد برای همیشه توی کارخونه اسباب بازی کار کنن، جایی که هیچ وقت صبح نمیشه. چند سال بعد ناگهان همه چیز عادی شد. بچه‌ها دیگه گم نشدن، هدیه‌ها برگشتن، اما یه چیز هیچ وقت عوض نشد. بابا نوئل هنوز لیستشو داره. پس اگه نمیخوای یه شب اسمتو صدا بزنه، لایک و ساب فراموشتون نشه.